با عرض سلام و شب بخیر. میخوام براتون یه داستانی بگم. داستان زن و طرار، زن خوشرقص و طرار. یه شبی مثل همین امشب تو شهر ره یه زن و شوهری داشتن راه میرفتن خونهشون. از قضا یه طرار یعنی لات، یعنی عراض باش جلوشونو میگیره با قمه. میگه آقا، به شوهره میگه این زنت باید جلوی خودت برا من برقص. گیر میده، قمه داشت دیگه. اینا زن و شوهرم میبینن چاره ای نیست، زنه میرقصه، طرارم مردی میکنه و ولشون میکنه، رو حرفش میمونه. تو را برگشت بعد اینکه اون طرار ولشون میکنه، شوهر ناراحته. زنه بهش میگه چرا ناراحتی؟ دیدی که قمه داشت، چاقو داشت، هیکلش کنده بود، میزدم دیگه مجبور بودم رقصیدم. شوهر رو میکنه به زنه و میگه آره، مجبور بودی برقصی، اما مجبور نبودی انقدر خوب برقصی، مجبور نبودی اینطوری خوش رقصی کنی براش. مثال خیلی هست، بفرست براش.